نگاه اشرف ترک یکی از مهمترین بخش‌های کاریزماش است. او هیچ وقت عجله نمی‌کند. حتی در صحنه‌هایی که فشار بالاست، نگاهش آرام و ثابت است و این باعث می‌شود کنترل فضا را در دست داشته باشد. همیشه قبل از اینکه حرف بزند یک مکث کوتاه می‌کند. این مکث پیام واضحی دارد: من تصمیم گیرنده‌ام. همچنین سرش را کمی عقب نگه می‌دارد که این ژست در زبان بدن به معنای برتری و فاصله روانی است. وقتی به کسی شک می کند، نگاه ریز و تحلیلیش فعال می شود. یعنی تو باید از او بترسی، نه برعکس. در کل نگاهش کند، ثابت و بی‌عجله است. این مدل نگاه نشان دهنده اعتماد به نفس پنهان و قدرت درونی است. مردمک چشم در لحظه های مهم کمی تحرک می شود. یعنی ذهنش درگیر تردید یا اضطراب نیست. معمولا قبل از اینکه حرف بزند نیم ثانیه مکث میکند. این مکث پیام قدرت میدهد: من عجله ندارم، اما تو باید گوش بدهی. هنگام نگاه کردن به افراد سرش را کمی به عقب میگیرد. این ژست در رفتارشناسی یعنی برتری به علاوه فاصله. اگر به کسی شک کند، نگاهش ریز می شود و از گوشه چشم بررسی می کند. یعنی تحلیلگر بودن و عدم اعتماد سریع. پیشنهاد می کنم حتما این ویدیو را چند بار ببین، منو سابسکرایب کن و اینکه این نگاه ها و نوع نگاه های اشرف ترک رو تمرین کن تا تو هم نگاهت همچنین قدرتمند و اثرگذار باشه.